بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. درباره چه چیز از یکدیگر میپرسند از آن خبر بزرگ که درباره آن با هم اختلاف دارند. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نه چنان است که کافران میپندارند، به زودی خواهند دانست که قیامت چیست. باز هم نه چنان است که کافران میپندارند، به زودی خواهند دانست که قیامت چیست. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟ و کوه‌ها را چون میخایی نگذاشتیم تا زمین را استوار نگه دارد؟ و شما را جفت آفریدیم و خواب شما را مایه آسایش گردانیدیم و شب را برای شما پوششی قرار دادیم و روز را برای طلب معیشت شما نهادیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. و بر فراز شما 7 آسمان استوار بنا کردیم و خورشید را چراغ درخشنده‌ای قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرود آوردیم تا سبب آن دانه و گیاه برویانیم و باغهای در هم پیچیده و انبوه. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قطعاً روز جدایی حق از باطل وعدگاه است، روزی که در سور دمیده شود و گروه گروه می آید و آسمان گشوده می شود و به صورت دروازه های متعددی در می آید و کوها به حرکت در آمده و به صورت سراب خواهد شد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. به یقین جهنم کمینگاهی است بزرگ که مرجع تمام سرکشان است که مدت‌های طولانی در آن میمانند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. در آنجا نه هوای سردی را در میابند و نه نوشیدنی گوارایی را میچشند جز آبی سوزان و مایه‌ای از چرک و خون. این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان. إن
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. چرا که آنها هیچ باور بر روز حساب نداشتند و آیات ما را به طور کامل تکذیب کردند و ما همه چیز را به طور دقیق در کتابی شمارش و ثبت کرده ایم. پس به آنان گفته می شود بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. به یقین برای پرهیزگاران نجات و رستگاری بزرگی است. باغ‌های سرسبز و انواع انگورها و حوریان بسیار جوان همسن و سال و جامهای لبریز و پیاپی از شراب طهور. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. در آنجا نه سخن لغو و بیهوده‌ای میشنوند و نه دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. آنها پاداشی است از سوی پروردگارت و انعامی است مطابق اعمالشان. همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان پروردگار بخشاینده که هیچ کس حق ندارد به اجازه با او سخنی بگوید. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و هیچ یک سخن نمی گویند جز به اذن خداوند رحمان و آنگاه که می گویند درست می گویند. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. آن روز حق است. هر کس بخواهد اکنون راه بازگشتی به سوی پروردگارش برمیگزیند. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم در روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند و کافر می گوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.